سبب خلق متن میکنی بانا و جنگ به سبب خلق متن گر شوی مرم اغیار کنی و چطور کنم گر شوی مرم اغیار کنی و چطور کنم روز و شب گریه کنم زار کنی و چطور کنم مرشد اعمای وطن یار کنی و چطور کنم روز و شب گریه کنم زار کنی و چطور دوستای عزیز سلامای خود تقدیم میکنم. هر جایی که هستین خوش و آرام و کامیاب و سرفراز باشین. ما امروز یک جای آمدیم، برنامه ما خبر شما معلوم است، با دیدن یار میریم. امروز با دیدن یار آمدیم. یارم هم نادر قندم صادق جان قند شیرین نبات پلپلمک. صادق جان میگه نادر قندم بسیار می تو شوقی میخوانه، گل میخوانه، گل با ما نظر کن، گل با ما نظر کن. نعیم جان چه تا بخوره دیگه. نعیم جان کسی است که نادر قندم از جمله دوستای ما بسیار ما دوست داره و صمیم قلب. بس چه خدا میخوره می تو مزدار چه خدا میخوره شوق میکنه. خود نی چه سیاه میخوره نی چه سبز. ما میفهم چه شیرچه‌ای میخوره، چه شیرچه‌ای در جه پیدا نمیشه، بسیار با مشکلات برش پیدا میکنه. دیگه زنده باشین، خوش و آرام باشین. و بعضی دوستای دیگه ما هستن که اونا در قدم در پشت پرده سر اون قاپرودان خوش آمدید. اومدن دیوار اومدن دیوار فتاکی ماست. گفتمش که الان فرصت برو نخواه. نه سر کنید.